سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من اومدم با یه آموزش، امیدوارم که دوستش داشته باشین. بچه‌ها بعضی موقع‌ها مشتری میاد پیشتون بهتون مراجعه میکنه با یه تتو تقریبا با یه همچین رنگ مایه‌ای. همونطور که میبینین رنگش رو به آبی داره میره و آبی رو فقط نارنجی میتونه اصلاح و خنثی بکنه. من از پالت گلدن روز استفاده کردم، یکم از رنگدانه نارنجیش برمی‌دارم، شروع میکنم به کاور کردن رنگ آبی تتویی که دارم. همطور که میبینین خوب داره کاورش میکنه. از انگشت استفاده میکنم به جای بیوتی بلندر که اون حجم و رنگدانه کامل برام حفظ بشه. خب بعد از اینکه رنگ آبی رو خنثی کردیم کاملا و اون پیگمنت آبی رو از بین بردیم، حالا فاندیشنی که از قبل ترکیب کردیم رو میاریم یکم کف دست گرمش میکنیم و با یه براش مخصوص اعمال میکنیم روی پوست و همطور که میبینید خیلی عالی در حال کاور کردن اون تتو با اون حجم تیرگی هستیم. و تتو نه، اصلا کلن هر تیرگی که رنگ مایعی به سمت آبی بودن داشته باشه رو ما با همین روش میتونیم کاور بکنیم و اصلا احتیاجی به حتی کرپوت‌های خیلی سنگین و یک سری از چیزهایی که حالا خیلی از همکارها میگن نیست. یک پوست سازی عالی و مخملی رو میتونیم داشته باشیم با این روش و یک کاور مناسب و عالی رو میتونیم به پوست بدیم. اینجا هم میام از یک کانسیلر رنگ روشن استفاده میکنم که یکم اون حالت گرمی فاندیشنی که استفاده کردم رو بگیره. من از گلدن روز استفاده کردم، خودش یک کانسیلر عالی داره که رنگ رو به قشنگ براتون اصلاح میکنه و یه رنگ روشن مناسب داره. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشین. اگه آموزش به دردت خورد کلمه آموزش رو برام کامنت بذار که پست آموزشی بعدی رو فردا شب آپلود بکنم. خیلی دوستتون دارم. لایک و کامنت و سیو و شیر یادت نره.